امروز من کوکروزنی اوش میپزم دوام قصه را نقل میکنم. تماشا کنین، فکر عقیداتون بنویسین در کامنتاری. حتما لایک و подписаться کردن فراموش نکنین. خلاصه من 8 ماه حامله‌دار بودم که کندوش من فهمید که شوهرش زن داره. من درش خودم میگم که من شوکه من نمیدونستم که شوهری من زن داره. خیلی در این حالت من به حد ناکار حس میکردم. او زنک 3 دختر داشت. زنک ازبک، ای قرقیزستان، در قشلاق زندگی میکرده. یکم شناسایی ما چی شد؟ وقتی که شوهر ما زنش فهمید که زن داره، شوهری ما همه لباسش گرفت برآمد رفت پیش زنش. که زنش بسیار اگرژاتش کرد. من فلان میکنم، چیکار میکنم، خلاصه ترسید، لباسش گرفت برآمد رفت. من 8 ماه حامله‌دار در بچه کلانی ماندم در خانه. همون شبی که رفت دولینیای ما بلند شد، سکوری اومد برد ما уже угрожающе گفتن همیشه من در больнице غلطیدم. بچه ما همیشه میگم که تو تولد کردن شده در больнице رفتم در наблюдение دکتر. مرا دیگه هیچ کس سراغ نکرد. دیگه مرم ترسیدم، یگام کس زنگ نزدم. خلاصه وقتی که ما تولد کردم، شوهر ما همون شبی که تولد کردم یکم تلفن آوردن، شوهر ما زنگ زدم، زنش برداشت. همین تلفنی کشتگی ماما دیگه هیچ یگام بار زنگ نزدم. بعد 2 روز شوهرم بعد مرا زنگ زد. ای دیگه رو فهمیده که ما بچه دار شدم. وقتی که از رودو مرا جواب دادن، به جای شوهرم کنداشم اومد. دوامش به نهایت تلخ در ویدیوهای آینده نقل میکنم.